آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و اینچنین سفید کردن دندان ها، اینچنین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در کی میدونه که حال ما چی بود؟ اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت الله کنیم فقط به خاطر آن که ما و شما امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، به خدا قسم کنم ای هزار یک شکری خدا را کرده نمیتونه. افسوس صد افسوس که میبینم در اکثر موارد محبت ها همتری سرسرکی های، بسیار ضعیف های، عاجزانه های، طفلانه های. سعی کردن در کار که محبت واقعی شود، محبت مثل محبت صحابه های پیغمبر باشه. یک نفر از تابعین از حضرت علی کرم الله وجهه سوال کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد شما چی منزلت و مرتبه داشت؟ گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الینا من انفسنا و اموالنا و اولادنا و آبائنا. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما را از جان ها ما عزیزتر بود، از اموال و مال و ثروت گرانتر بود، از فرزندا. ببینه همین فرزند شیرینتر چیه در دنیا؟ ای فرزندانو زیادتر دوستش می داشتیم، از پدر و مادرمو بالاترش میگذاشتیم. به حضرت یک عجیب یک عباره میگه، به خدا قسم عقل انسان هم میگیره در این زمان خیلی شخصیت های بزرگ بدن، خیلی خدای تعالی الهام شو میداد نباشه در کله آدم خیلی گپو عجیب در حال نمیآید. حضرت گفت و من الماء البارد علی الدم. تصور کنه که یک شخص در بیابانی به آب تشنه های، حلقش قاق شده، از تمام نعمت دنیا بپرس که چی میخواهی؟ میگه همین آبی خنک. از ان همون کاسه آبی خنک در بیابان خشک به آب دیده برای ما را حضرت صلی الله علیه و سلم شیرینتر و گواراتر بود. سبحان الله. این است، این معیار دانستن ایمان ضعیف و ایمان قوی، محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا بی‌پروایی. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. قصه میکنه، میگه آن سگ میمرد گریان آن عرب، اشک میبارید و میگفت وا کرب. سائل بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوحه و زاری تو از بحر کیست؟ یک شخص از راه میگذشته است که دید یک عربی بالا یک سگ استوده است. سگ در همین جان کنده است، در وقتی مردن همین تلواسه جان کنی انا این گریه داره در بالاش، وا کربا و مصیبت ها گفته گریه داره. با این مردی مسلمان آخی دید جگرش سوخت، سوالش کرد که چی ماتم داری، برای چی گریه میکنی؟ گفت در ملکم سگی بد نیک خو، نک همه میرد میان راه او. گفت این سگ سگی من ای، سگ مرده است. روز سیادم بده شب آسمان، تیز چشم سیدگیر و گرگران. ای مونیس بود، یک رفیقم بود، روز شکار میکرد، شب مال و ثروت، مقصد که مال متاع من نگهبین میکرد. از ترس ایرا گرگان نزدیک نمیشیدن به همون موضع مقصد مال و حالم. از همین بعضی رفیقای نامرده همون سگی وفادار بهتره میگن چخیل گریه نکنم. یک دوستی عزیز ما ای دست داد استم، گفت دردش چیست؟ زخم خورده است؟ سوالش کرد که چی درد داره؟ آخه خدای تعالی برای هر یک مرگ یک سبب را خلق کرده است. با چی کسل مرده است؟ گفت دردش چیست؟ زخم خورده است؟ گفت جوع الکلب زارش کرده است. میگوید گشنگی را مرده است. سالی قحطی بده است، هر کمتری تنگی بده است. بعد از آن گفتش که ای دانای حور، چیست اندر دستت این انبان پر؟ و پرسیدش دیگه اگر در سری حلقش یک خلطه کلون. گفت جورا در خلطه چی داری تو؟ گفت نان و آب و لوتی دوش من میکشانم بحری تقویتی بدن. از بس که گفت سفری طولانیه، زنک فرمیدم ایخا گوشت آبپز کرده است در نام پیچوندگی گجای گشنه موندم یاد لقمه میخرمه همین سفر من ادامه کرده رفته است. گفت چنت هی بدون سگ نان زاد؟ ای خونت پری گندم. گفت یک خلطه گوشت و نون داشته و بمرد داری یک گردک در همین بچورای سگ هم بتیدن هم برا. گفت چنت هی بدون سگ نان زاد؟
گفت تا این حد ندارم مهردار. نه برادر گفت دوستش میدارم اگه با او درجه ایده که لقمه دهانی خدمت بکنم دادالی سگ بدوزم. گفت خاکت بر سرای پرباد مشک که لبینان پیشیت بهتر زی عشق رو تبت کنم. گفت تواری محیبه و تراری دوست داره که آقای محیب برای محیبش جان شفیدا میکنه. تیت تکینون وقتی که دریغ میداری بالای سرش در هر گریه داری چی فایدت میکنه این گریه‌ای تیم سخونه ای تو. من میترسم که محبت اکثر مردم هم تریشید است. اما ما خدا را شکر میکنیم که الحمدلله به هر وجه صورت اگر چند حالی محبت هم طفلانه است ضعیف است اما به هر وجه صورت هست. همین نشانه همین محبت است که الحمدلله در دنیا از همه بیشتر از زیادتر نام محمد است. میدونی امیران در کتاب رکوردهای گینس ولی بدروی ببینه در باب نام ها در جای اول نام محمد صلی الله علیه و سلام قید شده. از همه بیشتر مردم دنیا نام محمد داشتیم. یک پا بود سمیرنوف امی کم کم گپای حق همه گفتم مرد است. اگه شخصایی که ایمان ندارن با دین مبین اسلام با قرآن عظیم شان پیغمبر ما هم پیغمبر قبول ندارن اونا البته دوزخی نه نگه حالشو از حال او کافرایی که با دشمنی و کینه‌توزی میکنن خیلی سبکتر هم هست. بچه همون مردک همه حقو کی بود بعضن میگفت یه روز که در بریتانیا کبیر معروف ترین نام جیکوب بود است. در جای یکم نام جیکوب در بریتانیا کبیر. این بریتانیا کبیرش عبارت است از انگلیا، شاتلندیا، ویلز و سیورنی ایرلندیا. همشه از جای بریتانیا کبیر میگن. از همه نام زیادتر میگن نام جیکوب. در جای دیم نام محمد صلی الله علیه و سلام. قبل برای بریتانیا رفتست. میگه علما اینجا حد زده و تحقیق کرده استن که تا سال 2030 همه معروف ترین نام در بریتانیا نام محمد میشه. نام محمد ای جیکوب میگذره. ان شاء الله ما یقین داریم که در تمام دنیا در جای اول نام محمد میشه. همین هم ان شاء الله یک اظهار محبت کردن است. همین که وقتی پیامبر ما را کسی سعی میکنه که تحقیر کنه استهزا کنه بدبخت کاریکاتورا بکشه عالم اسلام به جوش بیاید ان شاء الله همین هم نشانه ایمان است. خدا کنه که ایمانمون کامل شود. خدا کنه که از هم محبتی که پروردگار به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلام داده بود یک شمع و ذره هم برای ما نصیب گردونه. ان شاء الله در اون صورت دیگه فردا روز قیامت وقتی که همه در عذابن همه در گریه و فغانن محبای محمد صلی الله علیه و سلام حضرت خودش تسلی میده. حضرت میگه شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. شفاعت من از بحری اهل کبایر امت هستند. در روزی که تمام پیغمبران از شدت خشم و غضب خدا ترسیده و نزدیک نمیشوند حضرت کمر میبنده. اول میروه شفاعت عظما طلب میکنه در پیش الله. شفاعت عظما یعنی برای تمام بنی بشر که پروردگار رو امر کنه می افتاب بالاتر برای که مردم بسیار حالشو بد شده است. بعداً وقتی که حضرت سر در سجده مانده و گریان خدا را مدح و ستایش میکرد الله ذوالجلال و الاکرام مراجعت میکنه که یا حبیبی ارفع رأسک ای حبیبی من سر بردار. این روزی سربلندی تای روزی سعادت تای بیرق هم در دستی تای. تمام بنده های الله از آدم علیه السلام شروع همه در زیر پرچم قد صف میبندن مؤمنان. ارفع رأسک او سری مبارک بردار. سل تعطى واشفع تشفع. هر چی میخوایی طلب کن مرا حاصل میکنم. شفاعت کسی را اگر کردی من رد نمیکنم شفاعت قبول میکنم. حضرت صلی الله علیه و سلام سر از سجده میبرداره و میگه امتی یا ربی امتی یا ربی. الله حدیثی متفق علیه بخاری و مسلم روایت کرده. وای به حال ما اگر به قدری همین پیغمبری بزرگ نرسیم که در دنیا اینقدر تعلیم و داد اینقدر احکام حلال از حرام توسط نصیحت های پیامبر توسط دعوت ها و حدیث های پیامبر دانسته ایم. ببینه در عالم برزخ همین امت ها را میخره. حضرت میگه که
تعرض علی اعمال امتی، علم اعمال های امتان در پیش من عرض می شود. فما رأیت منها حسنا حمید الله، اگر بشرط بینم که کارهای خوب و خیر میکنن شکرانه پروردگار میکنم، حمد و ثنای الله میکنم که خداوند نمیخواد امتی با ناموس سربلند نصیب من گردونده است. و ما رأیت منها سیئا استغفرت الله لكم، اما اگر یک کاری ناجا و بیزیدی بعضی ها را ببینم پیش پروردگار میگه طلب استغفار میکنم که پروردگار رو خطا کرده، سهو کرده، همین امتی منای ببخشش الله. و فردا روز قیامت ببینه وقتی خدای تعالی میگه که هر چیز طلب داری بکن، هر کسی را میخوای شفاعت کن، باز از پروردگار شفاعت امت چه طلب میکنه الله. قدر دین از بهریان نشناختی، کس پدر میراث مفتش یافتی. برای چی به قدر این دین بزرگ نمیرسیم؟ تا حاضر سهل انگار هستیم، نماز به تنبلی و بخشی قضا میکنیم، حالتهای میشه به 1001 بهونه روزمونه میخوریم. بچه های سلمه ترغیل خونه آبادو ای ترسی آن که مبادو ایمونیتت مکم نشوه روزه را خوردیم. یه مرگی تو که اوخی شفا دهنده پروردگاره، حفظ کننده پروردگاره، او وقت تو به یک وجه عذر شرعی روزه تا میخوری اگه جا ایمونیتت تو بلند میشوه. قدر دین از بهریان نشناختی، کس پدر میراث مفتش یافتی. مرد میراثی چی داند قدر مال، رستم جان کنده مجان یافت زال. خدا کنه که پروردگاری بزرگ حق شناس مکنه، نمک شناس مکنه که به قدر نعمتاش برسیم، به قدر زحمات پیشوامون رسول الله صلی الله علیه و سلم برسیم.